دوستان به سلسله برنامه سفره قرآن که خاص رمضان است خوش آمدید و اینجا ما یک آیت را بررسی میکنیم. آیت چنین میگوید: و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. در کتاب بحر الدموع ابن الجوزی آمده است که سعید بن جبیر میگویند که بعضی انسان ها را نامه اعمالشون روز قیامت عرض کرده می شود، اونها در نامه اعمال خودشون نمازشون، روزشون، زکاتشون، کارهای نیکشون نخواهند دید. میگن که یا ربی هذا کتاب غیری، خدایا این کتاب غیری من است، این کتاب من نیست، این نامه اعمال من نیست، من نماز داشتم، روزه داشتم، زکات داشتم، فلان عبادت ها رو داشتم. و اونجا برای اون گفته میشه که لا یضل ربک ولا ینسی، خدای تو نه رهگم میزند، نه خطا میکند، نه فراموش میکند. میگن که بعد و حسنات تو به سبب غیبت کردن از مردم رو محو کرده شد. فایده چی هست از این آیت؟ انسان باید برحذر باشد از اون که عبادتش برای دیگه کس کند. عبادت میکنی لیکن به سبب غیبت، دزدی، پاره‌خوری، به سبب فساد زدگی، به سبب به ناموس دیگر شخص ها زبان دراز کردن، حسنات او به دیگر شخص ها تقسیم کرده می شود و این در حقیقت مفلسی حقیقی هست. خداوند از چنین مفلسی همه ما را نگه دارد.